کوچه پس کوچه های ونیز در جستجوی ردی از مارکوپولو بودیم که ناگهان صدایی ما را از پشت به خود فرا خواند. خرچنگ 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 که ناگهان سر خود را باز می‌گرداند با تصویری از علی آقا غنچه نراقی روبرو شد که از سفری طول و دراز و 9 روزه از بارسلونای اسپانیا تا ونیز خود را به اینجا رسانده بود. علی آقا غنچه نراقی که با دیدن خرچنگ به وجد آمده بود از او در مورد تحرکات اخیرش و سفر طولانی او از چین و ماچین تا شهر زیبای ونیز سؤال کرد. خرچنگ زاده از سفری دراز خسته و ملول بود. قطعه ای از پیام ضبط شده ویدیوییش را خطاب به ضد انقلاب جنایتکار برای علی آقا غنچه نراقی قرائت کرد. علی آقا غنچه نراقی که این پیام را چند روز پیش به صورت کاملا تصادفی در روی یکی از شبکه‌های اینترنتی ملاحظه کرده بود، ناگهان با شناختن صاحب اثر سر به کوچه ها و پس کوچه های تاریک و تنگ